سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به یکی دیگه از ویدیوهای مجموعه آموزشی پایتون. من ابراهیم بهروزیان هستم و توی این ویدیو قصد داریم که نحوه نصب پایتون روی سیستم رو با هم دیگه بررسی بکنیم و پایتون رو روی سیستممون نصب بکنیم و اولین برنامه خودمون به زبان پایتون رو بنویسیم. خب بدون معطلی میریم سراغ بحث اصلیمون. برای اینکه پایتون رو روی سیستممون نصب بکنیم کافی هستش که شما توی مرورگرتون گزینه اینستال پایتون رو سرچ بکنین و وقتی که شما این رو سرچ میکنین معمولا جز اولین لینک ها شما لینک سایت python.org رو میبینین. کافیه که روی اون کلیک بکنین و وارد سایت پایتون بشین. خب میبینیم توی سایت پایتون توی بخش دانلود ها شما میتونین آخرین ورژن ریلیز شده برای پایتون رو ببینین. در زمان ضبط این ویدیو آخرین ورژن پایتون ورژن 3.12.2 هستش که آخرین ورژن رسمی ریلیز شده برای پایتون هستش. خب اگر شما بخواید که آخرین ورژن یا بروزترین ورژن پایتون رو نصب بکنین میتونین روی گزینه دانلود پایتون 3.12.2 کلیک بکنین و پایتون شروع به دانلود میشه، برنامه پایتون شروع به دانلود میشه و میریم سراغ بقیه مراحل. و اگر هم شما به هر دلیلی نمیخواین آخرین ورژن ریلیز شده پایتون رو نصب بکنید میتونین آپشن های مختلف دیگه ای رو هم داشته باشین. مثلا توی کادر پایین من اسکرول میکنم و میام پایین و اینجا شما میتونین لیست تمامی ورژن های مختلفی رو که در مقاطع زمانی متفاوت برای پایتون ریلیز شده رو ببینین. خب چه زمانی ما میایم از ورژن های دیگه استفاده میکنیم؟ فرض کنین که من قبلا روی پروژه کار میکردم و توی اون پروژه مجموعه‌ای از پکیج‌های رو استفاده میکردم که با یک ورژن خاصی از پایتون هماهنگ و کامپتیبل بودن. بنابراین برای من بهترین حالت این هستش که برم و همون ورژن از پایتون رو نصب بکنم تا اینکه توی برنامه‌ام دیپندنسی‌های برنامه‌ام به مشکلی بر نخورن. فرض کنین به عنوان مثال من برنامه خودم رو یا پروژه خودم رو با پایتون 3.9.15 نوشته باشم، پس اگر بخوام همون برنامه رو بدون هیچ مشکلی ادامه بدم میتونم بیام و همین ورژن رو دانلود بکنم و نصب بکنم. خب برای این ویدیوی آموزشی من میرم سراغ آخرین ورژن پایتون و روی گزینه دانلود کلیک میکنم. اینجا شروع میشه به دانلود شدن. وقتی که دانلود این برنامه تموم شد من میرم و توی محلی که این فایل ذخیره شده اون رو اجرا میکنم. خب من میتونم به صورت خیلی ساده گزینه اینستال نو رو انتخاب بکنم یا اینکه اگر بخوام که در حقیقت به صورت کاستومایز شده این اینستالیشن رو انجام بدم میتونم وارد بخش کاستومایز اینستالیشن بشم. نکته بسیار مهمی که وجود داره و شما نباید اون رو فراموش بکنین این هستش که حتما تیک add python exit to path رو بزنین تا اینکه بعداً وقتی که بخواین پایتون رو از هر مکانی از سیستم از هر آدرسی بخواین برنامه هاتون رو اجرا بکنین مشکلی وجود نداشته باشه. خب من بذارین وارد بخش کاستومایز اینستالیشن بشیم ببینیم چه گزینه هایی هم وجود داره. اگر هم نمیخواین وارد این بخش بشین میتونین مستقیم گزینه اینستال نو رو بزنین. خب وارد میشیم. اینجا به من میگه که خب مواردی که میتونین انتخاب بکنین در هنگام نصب شما برای شما نصب بشه گزینه داکیومنتیشن هستش، پیپ هستش که پیپ در حقیقت پکیج منیجر هستش و به کمک اون میتونین پکیج های مختلف رو توی محیط پایتونتون نصب بکنین که بعدا در مورد اون بیشتر توضیح میدیم و باهاش سر و کار خواهیم داشت و گزینه های دیگه‌ای که میتونه اینجا وجود داشته باشه. من همه اینا رو به حالت تیک زده باقی میذارم و گزینه نکست رو میزنم. نکته دیگه‌ای هم که وجود داره اینه که شما اگر کاربرهای مختلفی دارن از این ماشین استفاده میکنن، از این سیستم استفاده میکنن، با تیک زدن اولین گزینه شما اعلام میکنین که این ورژن پایتون برای تمامی یوزرها بتونه قابل استفاده باشه. ولی اگر میخواین که این ورژن فقط برای این نسخه پایتون فقط برای کاربر جاری سیستم باشه میتونین این تیک رو بردارین. خب بعد از اون شما میتونین اینجا مسیر نصب پایتون رو هر جایی که مد نظر خودتون هستش انتخاب بکنین. من میذارم به حالت پیش‌فرض بمونه و گزینه اینستال رو میزنم و اینجا تایید میکنم و پرمیشن میدم تا اینکه بتونه این
برنامه روی سیستم من نصب بشه. خب مراحل نصب شروع میشه و منتظر میمونیم تا اینکه مراحل نصب در حقیقت این پروگرس بار تکمیل بشه و به انتها برسه. چند لحظه منتظر میمونیم، معمولا خیلی طول نمیکشه. خب خوشبختانه نصب با موفقیت انجام شد و ما پیغام ستاپ و ساکسسفول رو اینجا دریافت میکنیم. اینجا میتونیم مطمئن باشیم که مراحل نصب به پایان رسیده و میتونیم دکمه کلوز رو اینجا بزنیم و الان ما پایتون رو روی سیستممون قاعدتا باید نصب شده داشته باشیم. حالا میخوایم چک کنیم ببینیم آیا پایتون واقعا روی سیستم ما نصب شده یا نشده. برای این کار کافیه که شما وارد کامند پرامپت بشین. cmd رو من اینجا میزنم و تایپ میکنم. خب الان توی کامند پرامپت ویندوز کافیه من گزینه حقیقت فرمان پایتون رو بنویسم و تایپ بکنم. همونجوری که میبینین ما پیغامی دریافت میکنیم مبنی بر اینکه پایتون 3.12.2 در این تاریخ که در این تاریخ ریلیز شده روی سیستم ما نصب شده و این علامتی که اینجا میبینیم در حقیقت پرامپت پایتون هستش و نشون میده که الان برنامه پایتون در حال اجرا هست. خب برای اینکه تست بکنم ببینم آیا پایتون به درستی روی سیستم من کار میکنه یا نه، من چند تا فرمان خیلی ساده پایتون رو اینجا مینویسم و تست میکنم. به عنوان مثال یک عبارت ریاضی بسیار ساده 2 به اضافه 3 و اینتر میزنم و میبینیم که اینجا مفسر پایتون میاد این سطر از برنامه من رو میگیره، محاسباتش رو انجام میده و نتیجه رو برای من اینجا مینویسه. پس پایتون روی سیستم من نصب شده و در حال اجرا هستش و بیاین یه سطر دیگه بنویسیم، یه فرمان دیگه بنویسیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. به عنوان مثال print this is a test program و پرانتز رو میبندم. اینجا من یه دستور پرینت نوشتم، بعداً خیلی دقیق‌تر و بیشتر در مورد دستورات پایتون با هم دیگه صحبت میکنیم. ولی دستور پرینت یک دستوری هستش که برای شما یک عبارت رو، یک متنی رو یا هر چیز دیگه ای رو که بین دابل کوتیشن بذارین عیناً توی خروجی برای شما مینویسه یا چاپ میکنه و من اینتر میزنم و میبینیم که این دستور اجرا میشه و هر آن چیزی رو که ما اینجا بین کوتیشن براش نوشتیم عیناً روی در حقیقت خروجی کار برای من نمایش میده. پس این نشون میده که پایتون روی سیستم ما نصب شده. پس الان من میتونم مطمئن بشم که بله پایتون روی سیستم من به درستی نصب شده. حالا اینجا اگر بخوام ورژن پایتونم رو چک بکنم کافیه بنویسم که پایتون داش ورژن و اینتر بزنم و میبینیم که بله پایتون ورژن 3.12.2 الان بر روی سیستم من نصب هستش. این بود مراحل نصب پایتون و اینکه بیایم و پایتون رو اجرا بکنیم. بعد از نصب چند تا دستور به زبان پایتون رو بنویسیم، خروجی ها رو ببینیم و چطوری از پایتون خارج بشیم. حالا سوال، آیا واقعا پروژه های بزرگ و برنامه های بزرگ رو میشه اینجوری نوشت؟ آیا این ساده ترین راه برای نوشتن برنامه های پایتون هست؟ قطعا خیر. این مواردی که ما اینجا مطرح کردیم فقط برای این هستش که مطمئن بشیم که آیا پایتون نصب شده یا نه، آیا به درستی کار میکنه یا نه. ولی مسلما برای نوشتن برنامه‌های بزرگ راه‌های بهتر و ساده تری وجود داره. یکی از اون راه‌ها این هستش که معمولا ما میایم برنامه خودمون رو توی یک فایل می‌نویسیم و بعد این فایل رو در حقیقت از طریق پایتون اجرا می‌کنیم. به این صورت فرض کنین که من برای اینکه یک برنامه‌ای رو به زبان پایتون بنویسم من روی دسکتاپ خودم یه دونه پوشه ایجاد میکنم، نیو فولدر، اسمشو میذارم مثلا پایتون. وارد این فولدر میشم و توی این فولدر من میام و یه فایل تکست رو ایجاد میکنم و اسم این فایل رو مثلا میذارم test.py. بچه یادتون باشه فایلی که اینجا ما ایجاد میکنیم حتما باید پسوند txt شو برداریم و
اون رو در حقیقت با پسوند پی ذخیره بکنیم. ولی اگر دقت کنین هنوز این فایلی که من اینجا ایجاد کردم به عنوان یه فایل تکست شناسایی میشه. دلیلش این هستش که من چون توی ویندوز 11 دارم در حقیقت برنامه نویسی میکنم و محیط من محیط ویندوز 11 هستش و تنظیمات سیستم من به گونه‌ای هستش که پسوند فایل ها رو نمایش نمیده برام. عملاً اگر من اینجا وارد بشم و پراپرتیز فایل رو ببینم میبینیم که این فایل من هنوز یک فایل تکست هستش و این فایل و نام فایل رو به عنوان test.py در نظر گرفته. پس این فایل هنوز به عنوان یک فایل پایتون شناسایی نمیشه. برای این کار کافیه که من توی قسمت ویو، توی قسمت شو و توی قسمت فایل نیم اکستنشن بیام و اینجا همینجوری که میبینین هنوز فایل من اینجا به عنوان .text شناسایی میشه. حالا روی این من میتونم کلیک راست بکنم، رینیم بکنم و اسم فایل رو به صورت کامل تغییر بدم و test.py بذارم و اینجا به من آلارم میده یا وارنینگ میده که آیا واقعا میخوان که اکستنشن فایل رو عوض بکنین و من اینجا بله رو انتخاب میکنم و همینجوری که میبینیم الان فایل من، آیکون فایل من تغییر کرد و به صورت اتوماتیک به عنوان یک فایل پایتون شناسایی شد. خب الان این فایل پایتون رو باز میکنم، روش کلیک راست میکنم، ادیت این نوتپد میزنم و یه دستور پایتون اینجا مینویسم print به عنوان مثال hello world و سیو میکنم. الان اینجا من یک فایل در حقیقت پایتون دارم. یادمون نره که این hello world حتما بین دابل کوتیشن باشه. یک برنامه ساده به زبان پایتون نوشتم که فقط حاوی یک فرمان پرینت هستش و سیو میکنم و حالا نوبت اجرای اون رسید. خب برای اجرای این برنامه کافیه که من کامند پرامپت خودم رو باز بکنم و از اینجا مسیر این فایل مورد نظر رو بدم، یا اینکه راه ساده تر برای اینکه مطمئن بشم که کامند پرامپت من توی این مسیر باز میشه اینه که توی آدرس باری که اینجا وجود داره من cmd رو بنویسم و اینتر بزنم. وقتی که این کار رو میکنم میبینید که دقیقاً کامند پرامپت من به صورت پیشفرض با مسیر این فایل، مسیر محل ذخیره شدن این فایل باز میشه و اینجا کافیه که من فقط دستور پایتون بعد از اون نام فایل که test.py هستش رو می نویسم و به سیستم میگم که در حقیقت به وسیله برنامه پایتون فایل test.py من رو اجرا بکن و اینتر میزنم و همینجوری که میبینین دستوری که درون این فایل وجود داشت که یک دستور پرینت بود که از سیستم درخواست میکرد که عبارت hello world رو چاپ بکنه، اجرا شده این دستور و خروجی اون رو میبینی. به عنوان مثال فرض کنیم من یک دستور دیگه اینجا بنویسم print کن I love Python programming و سیو میکنم. حالا یه بار دیگه این برنامه رو اجرا میکنم از طریق فایل پایتون مربوطه، اینتر میزنم و میبینیم که بله عبارت جدید یا اون I love Python programmingی که من اضافه کردم به این فایل اجرا میشه. خب اگر بخوام مروری داشته باشم بر آنچه که توی این ویدیو با همدیگه بررسی کردیم میتونیم بگیم که ما اول از همه اومدیم مفسر پایتون یا برنامه پایتون رو روی سیستم خودمون نصب کردیم. برای این کار وارد سایت python.org شدیم. ورژن مورد نظر پایتون رو که برای ما مناسب هستش انتخاب کردیم، روی ویندوزمون نصب کردیم روی سیستممون و بعد از اون گفتیم که چطوری میشه مطمئن شد که آیا برنامه پایتون روی سیستم ما درستی نصب شده یا نه با اجرای برنامه پایتون و بعد از اون اجرای چند تا دستور ساده پایتون مطمئن شدیم که پایتون روی سیستم ما به درستی نصب شده و بعد از اون هم با همدیگه اومدیم و نحوه نوشتن یک برنامه درون یک فایل ساده به کمک یک ادیتور مثل ناتپد یا هر ادیتور دیگه‌ای رو با همدیگه بررسی کردیم. یک برنامه بسیار ساده با
2 تا دستور پرینت رو نوشتیم، در یک فایل پایتون ذخیره کردیم و اومدیم به کمک پایتون اون فایل برنامه پایتون خودمون رو اجرا کردیم و خروجی برنامه رو دیدیم. این بود نحوه نصب پایتون روی سیستممون و نحوه اجرای برنامه‌های یک برنامه خیلی ساده به کمک پایتون. توی ویدیوهای بعدی ما نحوه نوشتن برنامه پایتون به کمک IDE ها یا Integrated Development Environment ها رو خواهیم دید و میبینیم که IDE ها چقدر میتونن به نوشتن برنامه و مدیریت فایل ها و پروژه ها به ما کمک بکنن و امکانات بسیار بیشتر و متنوع‌تری رو برای نوشتن برنامه‌مون به زبان پایتون در اختیار ما قرار بدن. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. خب بچه‌ها یادتون نره اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما این ویدیو رو لایک کنین، کانال ما رو سابسکرایب بکنین و با دوستای دیگه‌تون به اشتراک بگذارین. دکمه زنگوله رو فشار بدین تا هر زمان که یک ویدیو جدید منتشر میشه شما خیلی سریع مطلع بشین و بتونین از این محتواهای آموزشی استفاده بکنین. یادتون نره که برای ما کامنت بذارین. کامنت های شما و پشتیبانی های شما به ما انرژی فوق العاده مثبتی میده و به ما کمک میکنه و به ما انگیزه میده تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدارتون.